این است امیدوار هستیم که راهی را که رهروان پس از عمر صاحب کسای تعهد سپردن در روز شهادت عمر صاحب ولی یک سره معامله کردن، دروغ گفتن، غرور ما را شکستن، به هویت ما توهین کردن، پرچم ما را خود خمیر ساختن، سرود ما را معامله کردن، در بن ما را فروختن. او راه آفرین هویت ما عزت ما. خواهران و برادرای عزیزم، من تشکری میکنم از صورتهای برادرم حرفای دلشان زدن. در قدم اول از تمام احشار، از تمام اقوام، احزاب و گروه های کامل تشکری میکنم. احمد شاه مسعود سمبل وحدت ملی است. احمد شاه مسعود سمبل عزت و اقتدار ملی است. او کسی است که وقتی که پاکستان در مقابل حتی حکومت نجیب الله میخواست که مداخله نظامی بکنه داخل جلال آباد شود، قهرمان ملی جلوش میگیره و اسقاط میشه. به هیچ عنوان حاضر به این است که در خاک ما و شما حضور بیگانه باشه. او روحیش بود، او اقتدار ملی را داشت و او اتحاد باور داشت و امروز ما و شما راه را همون قسم حرکت میکنیم و همون باور داریم. چند نکته. یک، بسیاری میبینم که در دفتر ما و در کار ما یک دمره یگان نفر میگفت چرا پکول میپوشی، یگان نفر میگفت چرا دسمال. برای ما پکول و دسمال و او پرچم و اون نماد یادآور قهرمانی و عزت و اقتدار است. الله اکبر. از وقتی که ما از اقتدار خود فاصله گرفتیم خداوند جنجالها را پیش روی ما. اما برادرای عزیز، 2 سال قبل یا 1.5 سال قبل در حضور امیر بزرگوار جمهوری و دوستای دیگر در بالای منقل قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود رحمت الله علیه بیعت کردیم با مردم، کار خودش رو کردیم. ان شاء الله تا وقتی که زنده هستیم اونم عمرو جان بریم ولی از خدا و قرآن از